درود دوستان، خوش اومدید به چنل خودتون، چنل میتفلا. من عفو لطیفی هستم. امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش و خرم، لبتون خندون باشه. میریم که پارت 2 فرار چسب رو داشته باشیم. درود دوستان، من میترام. خیلی خوش اومدیم به چنل ما. ساب کنید، لایک کنید و زنگوله رو بزنید. 2000 years later. پارت 2. در ضمن یکی از بچه‌ها گفته بود که با چسب برزنتی بگیرید که اصل این چالش با چسب برزنتیه. خب دستتو بیار. اصلا مون داره آی. چرا ما دستتو نمیبریم؟ اون که چاو بود بریدنش. نون که چاقو رو بزن مرتب است. واقعا این دستم رو داره خیلی درد میگیره. صورت چی؟ یواش به من. سیبیلم رو ریشم رو یواش رد کن. باش. کشیده میشه بابا. خدا خیلی کنه امروزو. چقدر چسبش محکمه. رو دماغم نرو. نرو خب. چرا اینجوری میکنی؟ فرار از چسب. خب این سری 3 دقیقه وقت داری آقا هست، چون چسبمون خیلی ضخیم‌تره. 3 دقیقه وقت داری. 2000 years later. 3 2 1 شروع. 3 دقیقه وقت داری. اول باید تلاش کنم این که با دستم 3 دقیقه وقت داری. بدو دستم با نمیشه آجی. 3 دقیقه وقت داری. آخه این چه چالشی هایی؟ من سیبیل دارم میتونم اونا رو باز کردی. نه آقا اینقدر سفته. چسبش خیلی سفته. ماشاءالله تو میتونی. بدو عالی. 1 دقیقه و 19 ثانیهش رفته. آه اینم که باز کردم. بدو 1 دقیقه و 32 ثانیه. صورتت باز. دستم خیلی درد گرفت حاجی. مو داشت. حالا بریم واسه ریش. اینو چطوری بکنه؟ صورت آی سیبیلم درد میگیره. آی صورتم کنده شد. ای خدا چه چالشی آخه خدا.
تازه پارت 2 هم میخوایم. صورت نگاه کن. پارت 3 ریش سیبیلا من کن تموم شد. اپلاسیون کردی. چقدر سخت بود. خب دستم بکن. اول پا. اول پا. رحم نمی‌کنم. چست تموم شد. اون سری گفتیم نبستی. این سری دیگه اومدم که ببندم. خب مومیایی میخواد کنه. چقدر سفت چسبش. آقا رحم کن عشقم. حالا فشارم میدی که سفت بشه. آخه اون سری بچه هم بودن چرا اینجوری کردی؟ میتونه مگه کنده بشه؟ یواش چست تموم شد. چقدر زود تموم شد. اینجا چسب شانس آوردی. چسب کمه. آره چسب کمه. همه رو بستی بهم دیگه. خب این خیلی سخته. بیا خیلی سفته. شروع. خیلی این محکمه. خوبه بذار همونجوری باشه. خوبه اول کل محکم. تایم نداری یا؟ تازه شانس آوردی تموم شد چسب. از چاقو استفاده نمی کنی؟ هنو خیلی تایم داری. کمتر از نکنم واقعا. نه بابا هنو خیلی تایم داری. خیلی زیاده. چالشاتون 1 دقیقه رفت. نمیشه. خیلی سفته. خوبه قبوله. خوبه رفتیم واسه فرار از چسب. 1 و 1 2 3 و 3 مسابقه محله. یک و 1 2 3 و 3 مسابقه محله. خیلی چسبش سفته نه؟ قشنگ ما همه رو بکنی. کنده نمیشه. کنده شد. یه خدایی ته نامردی. و توقف 2:15. بله. نه تو باختی. من بردم. نه تو باختی. تو 2:42. نه 2:14. تو 2:15. نه الان بهت نشون میدم. بیا آقا بیا. 2 دقیقه و 48 ثانیه. خب آقا وایسا. تو باختی. من منطقی میگم. ما مردیم آقا. این دست وقتی مو داره سخته. سیبیل داریم. سخته. ببین بیام عقب 2 دقیقه و
15 ثانیه. تو چی؟ نه 2 دقیقه 15. دیگه جفتمون 2 و 15. نه ابوالفضل 2 و 48 ثانیه، من 2 و 15. بازم من، ولی خدایی خیلی صفر بستی ابوالفضل. 2,000 years later. بعدیم با مجازات با فلفل قرمز. آقا چرا من همش باخ میدم؟ من که اهل باخ نبودم. عیبی نداره. میگه شاعر اینجا میگه که چی؟ باختم هم قشنگه وقتی به تو میبازم. 10 ثانیه باید فلفل رو زبونم بمونه. خیلی تونده آقا، خیلی. من فلفلم بدم جواد میاد. خیابانی میگه ببازم هم نمیبازم. من ببازم هم نمیبازم. بیا فلفل بیا. فلفل قرمز ولی واقعا تنده، من باشم نمیخورم. دستتو بیار. بریز رو زبونم دیگه. 10 ثانیه گفتن بچه‌ها رو زبونت بگی. کم بریزی تو رو خدا. خدا به خیر کنه. بذار ببینم زبون تو. ببینم زبون تو. عطسه میکنم. خب عطسه میکنم. عطسه کن. نکن دهنت. پشو. خوبه 10 ثانیه خوبه. اوه اوه. خب دوستان اینم پارت 2 مجازات چی؟ فرار از چه هست؟ پارت 2 وایس از دوستان اینم چالش فرار از چسب پارت 2. تو رو خدا دیگه این چالش رو نگید بذاریم. سیبیل هم همه کنده شد. چسبش خیلی صفر بود. بچه‌ها تو رو خدا حمایت کنید، لطفا سابسکرایب کنید، لایک، کامنت. من شوخی میکنم، حتما بگید ایده‌هاتون رو ما انجام. آره ایده بگید آقا ما انجام میدیم. چالش بگید. یکی از بچه‌ها گفت آقا چالش توپ رنگی، گفتیم چشم. چالش توپ رنگی هم میگیریم. ایده دارید ایده‌هاتون رو با ما بگید. خیلی خوشحال میشیم که ما رو حمایت میکنید. دمتون گرم. هر جا هستین خوب و خوش و خرم باشید. لبتون خندون. بدرود. بدرود.